نام محمد تا ابد در جان و دل ها ماندنیست، در جان و دل ها ماندنیست. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد. از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کس که ظلم به برادرش نموده باشد، خواه به آبروی او لطمه زده و یا حق دیگری از او را پایمال کرده باشد، همین امروز در دنیا از او طلب بخشش نماید، قبل از اینکه روزی فرا رسد که در آن درهم و دینار وجود ندارد. یعنی پیش از آمدن روز قیامت که در آن درهم و دینار وجود ندارد و هیچ فایده رساندن نمیتواند، از او طلب بخشش نماید. زیرا در آن روز اگر عملهای نیکی داشته باشد، به اندازه ظلمی که نموده است از او گرفته می شود، و اگر عملهای نیکی نداشته باشد، گناهان مظلوم را به دوش او می گذارند. روایت بخاری. برادر و خواهر عزیز، این وصیت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را به گوش عبرت بشنو و آن را شعار زندگی خود قرار بده، چون که هر یک سخن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به نفع و فایده ما و شماست. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رحمت عالمیان است که هرگز ما را به کار حکم نمی کند که بر زیان و ضرر ما باشد. بعض انسان‌هایی هستند که کاری کرده با زنان و دختران مردم شناس می شوند و با آنها کارهای خلاف عفت، یعنی کاری زنا و حرام انجام می دهند و بعد از آن برای رفیقانشان فخر کرده این کار حرام خود را تعریف می کنند و آبروی آنها را می ریزند. با فخر می گویند که من امشب با فلان دختر بودم و با او چنین و چنان کردم. العیاذ بالله. بعض انسان‌هایی هستند که با راه فریب، دزدی، زورآوری و غیره مال مردم را از خود می کنند، بر آنها ظلم می کنند و حقوق آنها را پایمال می کنند. این گونه مردم حتی در خیالشان هم نمی گذرد که از این همه ظلم و ستم کرده اشان باید طلب بخشش کنند و حق مظلومان را بازگردانند و از آنها طلب بخشش نمایند. این گونه مردم فراموش نکنند که طبق این حدیث مذکور روزی فرا می رسد که به قدر ظلم و ستم کرده خود عملهای نیک خود را از دست می دهند و اگر عملی نیکی نداشته باشد، گناهان آن شخصانی را که به آنها ظلم کرده اند به دوش می گیرند. درهم و دینار در این دنیاست که به واسطه آن از جوابگری های جنایی خلاصی می یابی، اما آن روز روز قیامت است که درهم و دینار هیچ سودی ندارد و انسان گناهگار را از عذاب دردناک خداوند نجات دادن نمی تواند. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنال، بلوغ رقيه شبه المحال، رافع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. له